پاسخ دادن فریدون پسران را. چون فریدون سخنان پسرانش را از زبان موبد شنود، مغزش به جوش آمد و به فرستاده گفت: ای هوشیار، تو نباید از برای رساندن این پیام از من پوزش بخواهی، چه من چشم داشته این کار را از ایشان داشتم. اینک تو به آن دو ناپاک بیهوده و به آن دو اهریمن بیخرد بگوی این که مغز خود از پند من تهی کردید نشانه بیخردی شماست. اینک هیچ ترس و شرمی از خدای نمی کنی. پیش از اینها مویم همچون قیر سیاه و بالایم همچون سرو سهی و رویم همچون ماه بود. همان روزگار که پشت مرا خم کرد با شمایان نیز چنین کند و هیچ کسی پایدار نخواهد ماند. سوگند بدان برترین نام یزدان پاک و به خورشید و خاک و به تخت و تاج و به ناهید و ماه که من هرگز بر شما بد نخواستم، که در آن روزگاران گذشته انجمنی از خردمندان و ستاره شناسان و موبدان بکردم و هر آنچه که در آن بخشش شاهی گیتی کردم به سگالش و رایزنی با ایشان و با ترس از یزدان بود و هرگز در آن راه جز راستی نخواستم و نیندیشیدم. لیک اکنون اهریمن شما را به کژی کشانیده است. شما بدانید که ما را کیهانی دیگر باشد و جهانی دیگر باشد که جاویدان است. هرچه در این کیهان و این جهان کارید در آن جهان بدروید. اینک آز بر خرد شما چیره و دیو انباز و همراهتان گشته است. میترسم که در چنگال این اژدهای آز نابود شوید. مرا گاه رفتن فرا رسیده و دیگر هنگام آشوب و تیزی بگذشته است. پس شمایان بدانید که چون دلهایتان را از آز تهی گردانید دیگر نزدتان گنج شاهی با خاک یکسان خواهد بود. و بدانید کسی که در اندیشه نابودی برادرش باشد سزاوار است اگر او را پاک نژاد نخوانند. گیتی بسیاری همچون شما دیده است و خواهد دید، لیک با هر کسی رام نخواهد گشت. اکنون بر شماست تا توشه راه آن کنید که روز رست خیز رستگار باشید. چون فرستاده گفتار فریدون را شنید زمین را ببوسید و به سان باد بازگشت. آنگاه فریدون ایرج را نزد خود خواند و هر آنچه را که گذشته بود باز گفت و به او گفت: اکنون آن دو پسر از سوی خاور آهنگ جنگ ما کردند. اختر ایشان چنان است که از کردار بد شادمان باشند و تو بدان که این دو برادر تنها تا زمانی برادر تو هستند که تاج بر سرت باشد، ولی اگر زمانی به زبونی افتی هرگز کسی گرد بالین تو نگردد. پس بر تو است که پیش از این که ایشان به جنگ تو آغازند تو به شمشیر دست یازی. ایرج که سخنان پدر را شنید گفت: ای شهریار، بر این گردش روزگار بنگر که همچون باد بر ما می گذرد و رخ ارغوانی را می پژمراند و دیدگان روشن را تیره و تار می سازد. پس در این گیتی که بستر آدمی از خاک است و بالینش از خشت چرا باید درختی کاشتن که ریشه‌اش خون بخورد و میوه‌اش کینه باشد؟ روزگار بسیاری همچون ما به خود دیده است و خواهد دید، لیکن من برانم که هرگز روزگار را به بد نگذرانم. پس بی تاج و تخت و سپاه پیش برادرانم خواهم دوید و به ایشان خواهم گفت: ای کسانی که همچون جانم گرامی هستید، خشمگین و کینه‌ور نباشید که سزاوار شما نیست و به گیتی چندان امیدوار مباشید و بنگرید که با جمشید چه کرد و از او با آن پادشاهی چیزی نماند. من و شما نیز سرانجام باید همان روزگار را بچشیم. آری
بر من سزاوارتر است که با این کار دل کینه ور ایشان را به دین آورم تا اینکه خود نیز با ایشان بستیزم. فریدون که چنین شنید گفت ای پسر خردمندم، برادر تو با تو سر ستیز دارد و تو راه آشتی با او را می جویی. من باید این را از تو آموزم، ولی این از تو شگفت نیست که دلت مهر و پیوند ایشان را می جوید، همچنان که از ماه نیز روشنایی شگفت نباشد. لیکن بدان که آدم خردمند اگر جان و تن را بی ارزش شمارد و در دم اژدها نهد، چیزی جز زهر نمی یابد و کار آفرینش بر این راه است. ولی اگر تو بر این کار آهنگ کرده ای، پس آماده شو و چند تن از سپاهیان را از برای نگاهبانی خویش با خود به همراه بر. من نیز اکنون نامه‌ای پر از درد دل برای دو برادرت می نویسم و با تو روانه می سازم. باشد که بار دیگر تو را تندرست باز بینم، که امید من همه به دیدار توست.